Welcome to the قاره انتارکتیکا. کاملا از یخ پوشیده شده و از طریق مپ هم ما دیده نمیتوانیم کاملا این قاره را. ما به قطب جنوب می رویم. این سفر مخصوص ثروتمندان به قاره قطب جنوب است. به قاره هفتم. فقط ثروتمندان میتواند این قاره دو راه را. برای رسیدن به قطب جنوب وجود دارد. از آفریقای جنوبی با پرواز 5 ساعت و نیمه یا از آرژانتین و شیلی با کشتی گردشگری 14 روزه. فقط دو راه وجود داره که در این قاره بری. و یک چیز امروز در جالبی کیپ تاون که هستیم، دورترین نقطه آفریقا. قبل از سفر باید آماده شویم چون آسان نیست. این سفر بسیار دشوار است و فقط یک شرکت می تواند از آفریقای جنوبی به قطب جنوب پرواز کند. مخصوص سفر آماده است. نام باند فرود را گفتند. یک چیز جالبی که هست در این قاره کاملا از یخ پوشیده شده که هیچ و بسیار جاهای عجیب و غریبی دارد که در ویدیو اصلا گفته نشده و بسیاری یک مهم قاره است. چرا اگر یخهای این قاره آب شود کل دریا 60 متر آب بالا می رود و بیشتر کشورها غرق می شود و این است که آن وقت آدم باید کاملا با کشتی سفر کند دیگه.